سلام، امروز میخوایم با ساده ترین و راحت ترین روش کیک یزدی درست کنیم که به همین پوکی و نرمی بشه. برای شروع کلیه مواد و میزانی که توی کپشن نوشتم رو با هم ترکیب میکنم. فقط یه نکته این که نمک میوه از لوازم قنادی میتونید تهیه کنید، کمک میکنه به قله‌ای شدن کیکتون و قابل حذفه. وقتی همه مواد رو اضافه کردیم با همزن دستی یا چنگال مواد رو با هم ترکیب میکنیم. غلظت مواد باید به این شکل باشه. بعدش اجازه میدیم نیم ساعت توی محیط استراحت کنه. داخل قالب مافین یا کیک یزدی رو کپسول میذارم و 2/3 قالب رو از مواد پر میکنم. حواستون باشه مواد رو خیلی کم نریزین چون پف نمیکنه و شکل قله‌ای نمیده. با یه چاقوی آغشته به روغن مایع روی کیکا علامت به علاوه ایجاد میکنیم. به دلخواه روشون کنجد میپاشم. اگه از این قالبا ندارید میتونید از قالبای فلزی هم استفاده کنید. فر رو 15 دقیقه قبل با دمای 220 درجه روشن میکنیم تا خوب گرم بشه. قالب رو با همین درجه داخل فر میذاریم و اجازه میدیم تا کیکا خوب پف کنه. وقتی کیکا خوب پف کرد درجه رو به 180 درجه سانتیگراد کم میکنیم و اجازه میدیم تا کیکمون خوب بپزه. 5 دقیقه آخرم گریل رو روشن میکنیم تا روشون طلایی بشه. به دلخواه میتونید روی کیک یزدیاتون عسل رقیق شده رمال کنید. دوستای گلم این راحت ترین دستور کیک یزدی بود که براتون گذاشتم. بهتون پیشنهاد میکنم اگه فر دارین این کیک یزدیای با طعم هل و گلابو حتما امتحان کنید. این پستو حتما سیو کن و برای دوستاتم بفرست. و در آخر ممنون که اون قلبو برام قرمز میکنی. اگه از اکسپلور این پست خوشمزه رو میبینی بیا کارهای دیگه من ببین.